با عرض سلام بینندگان عزیز، پیشنهاد شماست برنامه 7 روز ورزش. در این برنامه نبض یک هفته ورزشی کشور وابسته به 30 گزارش‌های به دست ما آمده منظور شما می‌گردد. در استودیو من علی جان طالبکов. امروزها ورزشکاران ما در سبقت‌های سطحی بلند اشتراک کرده سزاوار مقام‌های افتخاری می‌گردند. این روند الکی در میان ورزشکاران نورست نیز عنعنوی گردیده است. مسابقه بین‌المللی که در ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان صورت گرفت، در آن سرود ملی جمهوری تاجیکستان 102 پرچم کشور ما پرافشان گردید. یعنی ورزشکاران نورست از نمود کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان را نمایندگی نموده با موفقیت به وطن برگشتند. گزارش در این خصوص. روزهای آخر ماه گذشته در ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان مسابقه بین‌المللی اوید به ورزش کیوکوشینکای دایر گردید که در آن یک قطار کشورها شرکت نمودند. تاجیکستان را در این مسابقه بین‌المللی ورزشکاران از تالار و کلوب‌های گوناگون شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز نمایندگی کردند. به خصوص از تالار خردکک حاجی شریف 4 نفر به این مسابقه سفربر شده با گرفتن 4 مدال از جمله 2 نشان طلا دست یافتند. به خاطر دستاورد این ورزشکاران در نزد تالار مذکور مراسم استقبالگیری برگزار شد که پدر و مادران، مربیان، پرچمبرداران با گل و گلدسته‌ها ورزشکاران را استقبال گرفتند. ما در مسابقه بین‌المللی آماده شده شاگردای خود ما را تیار کردیم. در مسابقه بین‌المللی سزاوار جای اول گشتیم. از جمله از شاگردای ما خالمراد نوروز و شریف و محمد جایزه اول شدند و 2 شاگرد دیگه ما جای نمایان را اشغال کردند. در مسابقه بین‌المللی پرچم تاجیکستان برداشته شد. یادآور میشیم که از تالار حاجی شریف که به تمرین کودکان و نورسان از روی رشته کیوکوشینکای مشغول است، محمد شریپوف، نوروز خالمرادوف، سهراب عزیزов و اعظمجان اسدالله زاده اشتراک نموده با گرفتن 4 مدال از جمله 2 نشان طلا دست یافتند. به خصوص محمد شریپوف و نوروز خالمرادوف در این مسابقه بین‌المللی بر حریفانشان غالب آمده نشان طلا را به گردن آویزان کردند. در مسابقه بین‌المللی اشتراک کرده سزاوار جای اول گشتم. من در همین تالار حاجی شریف در نزد مربیام حبیب و صدیق خوجا تیاری دیده بعد در آن مسابقه سزاوار جای اول گشتم. دستاورد این ورزشکاران نه تنها از جانب والدین و مربیان بلکه از سوی آموزگاران و رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 نیز گرم و جوشان استقبال کرده شد. در مسابقه بین‌المللی اشتراک کردم سزاوار جای نمایان شدم. من میخواهم در آینده در مسابقه شهری اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گردم. اشتراک نورسان و جوانان در مسابقه‌های بین‌المللی و نشان دادن نتیجه نظر است گواهی آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه ورزش و ترغیب طرز حیات سالم توجه مخصوص روانه می‌سازد. همین است که پرچمبرداران از جانب آموزگاران و رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 96 که خود پرچمبرداران طالب علم این مؤسسه محسوب می‌شدند جمع‌آمد تنتنوی به خاطر دستاورد آنها صورت گرفت. طور تأکید رفت این نورسان ورزش دوست افتخار مؤسسه بوده همیشه برای اشتراکشان در مسابقه‌های بین‌المللی از جانب آموزگاران دستگیری همه‌جانبه پیدا خواهند کرد. در جمع‌آمد مذکور که به خاطر پرچمبرداران صورت گرفته بود تأکید رفت که ما افتخار می‌کنیم که شاگردان ما نه تنها در مسابقه‌های سطح شهری و جمهوری حتی بین‌المللی نیز معرفیگر ملت و دولت می‌گردند. در شهر حصار جودوچیان نورست و جوان با هم آمده در مسابقه کشاد اشتراک کردند. طوری که مشاهده کرده شد توجه نسل نوی ورزشکاران به این نمود ورزش زیاد بوده سال به سال دستاوردهای ورزشی ورزشکاران از نمود جودو بیشتر می‌گردد. دلیل این گفته‌ها شرایط مساعد فراهم آوردن با ورزشکاران و با مشق و تمرین پیوسته دست جمعی و انفرادی فرا گرفتن آنها می‌باشد. ادامه مطلب در سوژه تهیه گردیده.
مسابقه کشاد گوشتین جودو با تشبث بخش کار با جوانان و ورزش شهر حصار در همبستگی با مکتب ورزشی شهر مذکور راه اندازی شد. در مسابقه پهلوانان نورس شهر حصار در وزنهای مختلف نیروسنجی کردند. از شماره برزیاد اشتراکچیان و مخلصان به خوبی معلوم گردید که به این نمود گوشتین توجه بیشتر است. علاوه بر این شرکت گوشتینگیران نورس در مسابقه های خرد و کلان نیز شایسته تحسین می باشد. من در این مسابقه سزاوار جای دوم گشتم. من در این مسابقه 2 کس را مغلوب کردم و واخوری فینالی مرا مغلوب نمود. من همگی 15 تا مدال دارم. 10 تا یکم، 3 تا دوم و 2 تا سوم. گوشتین جودو که نمود المپی است برای ورزشگر نه فقط دانستن سبک و اسلوب‌های خاصی آن کفایت می‌کند، بلکه آموختن دیگر خصوصیت‌ها را نیز تقاضا دارد، چونکه این نوع گوشتین در برابر پیشرویش به خود قاعده‌های نو را گرفت. مسابقه مذکور هم از روی نظامنامه فدراسیون جهانی صورت گرفت. برای حکمی مسابقه باشد داوران جوان جلب کرده شد. در این مسابقه به حیث داور اشتراک کردیم. داور باید آنچنان باشد که به همه چیز صادقانه اهمیت دهد تا اینکه کودکان نورسان از این مسابقه دلشکسته نشوند. سال به سال به گوشتین جودو توجه دختران هم زیاد می گردد. در شهر حصار دلباختگان این نوع گوشتین از حساب دختران کم نیستند. یکی از آنها شهنازه اکرامووا می باشد که در میدان پهلوانی قوه آزمایی خوب کرد. طور معلوم شد این نخستین مسابقه شهنازه در فعالیت ورزشیش به قید گرفته نشده است. موصوف نیرویش را در مسابقه های نوروزی گوشتین سنتی گوشتینگیری هم سنجیده است. من 6 مدال دارم. 4 تاش یکم، 2 تاش دوم و در مسابقه امروزه 2 کس را مغلوب کرده صاحب جای اول گشتم و میخواهم که پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. با مسابقه مذکور نه تنها پهلوانان از شهر حصار بلکه از ناحیه رودکی نیز تشریف آوردند، اما قیاس به نمایندگان ناحیه رودکی دستپروران شهر حصار بیشتر به گرفتن مقام‌های افتخاری شرفیاب شدند. سبقت کشاده گوشتین جودو با محمد شاهوف از دهه گلخانی شهر حصار آمد کرد. در شهر حصار در دهه گلخانی مشق میکنم. من همگی 20 تا مدال دارم. 15 تا مدال یکم و 3 تا مدال دوم دارم. 2 تا مدال سوم و من 2 سال می شود که در تالار رحمان و ولی جان مشق میکنم. من میخواهم که در آینده پرچم بردار دولت شوم. از اجرای درستی طرز اصولهای معمولی گوشتین جودو خوب به مشاهده رسید که آموزش آن در مکتب‌های شهر در سطح ضروری بر راه مانده شده است و در مکتب ورزشی شهر حصار مشغولیت‌ها تحت نظارت مربیان ورزیده می‌گذرد. مولان سفرов نیز در مسابقه کشاده به صف بهترین‌ها شامل شد. در این مسابقه من سزاوار جای اول را شدم. همگی من 20 تا مدال دارم. 12 تا یکم، 6 تا دوم و 2 تا سوم. در فرجام والیبال جایزه‌داران با دیپلم، مدال و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. سهمی زنان در ورزش سالمی نظررس است. امروزها اکثر بانوان و دختران مشق ورزی نموده خود را سالم نگاه می‌دارند. در برابر این تا این زمان از حساب بانوان و دختران جمهوری تاجیکستان پرچمبرداران خود را دارد و مهارت کسبی ورزشگری آنها نمونه عبرت و احسن و آفرین است. گزارش نوبتی موضوع را ادامه می‌دهد. سهم زنان در پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق کشور نظررس میباشد. یکی از وظیفه‌های اساسی زن مادر این تربیت فرزندان در روحیه‌ای و تندرستی و خویشتن‌شناسی و سالمی به حساب رفته
آینده کودکان و نورسان به تربیت مادر علاقمندی زیاد دارد. امروز در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق سهم زنان در رشد و نموی ساحه ورزش نیز زیاد است. زیبونیسا رستم و ورزشگربانی تاجیک را امروز اکثریت مردم میشناسند و احترام می‌نمایند. مفزونه چوریه و بعد اشتراک در بازی‌های المپی در بین مردم کشور شهرت زیاد پیدا کرد. در برابر این ورزشگربانوهای نامدار در زمان صاحب استقلالی کشور هزارها نفر بانوها به ورزش روی آورده در مسابقه‌های جمهوریوی و بین الخلقی کشور ما را معرفی نمودند. سال 2021 در ولایت سوخت در تمام نمودهای ورزش نظر به سالهای قبلی اشتراک بانوها بیشتر گردید. این زمان در ولایت سوخت 44 مکتب ورزشی فعالیت دارد که در آنها در مجموع 19493 نفر جوانان و نورسان از جمله 244 نفر بانوها با مشق و تمرین فرا گرفته شدند. در سال 2021 در مکتب‌های ورزشی ولایت نظر به سال 2020 401 نفر بانو زیاد به تمرین فرا گرفته شده است که این از توجه بانوها به ورزش شهادت می‌دهد. در سال سپری شده 2021 از ولایت سوخت 12 نفر بانو در مسابقه‌های بین المللی و 715 نفر بانو در مسابقه‌های جمهوریوی اشتراک نموده ملکه مهارت خود را نشان دادند و اکثریت آنها به دستاوردهای ارزنده نائل گردیدند. خیلی خرسند هستیم که با این خیلی مسابقه های فوتبال بین دختران اشتراک میکنیم و میخواهیم که در آینده همین خیلی فوتبال بین دختران بسیار شود. وقتی که ما بانوان با این خیلی ورزش مشغول میشویم به سلامتی خیلی فایده کلان دارد و میخواهیم که دیگر دختران وقتی خالگی خودشان رو به عهده صرف نکرده آمده به چنین ورزش ها اشتراک کنند. در مسابقه های عمومی ورزشی که در این دوره در شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار گردیدند 43589 نفر دختران و زنان فعالانه اشتراک نمودند. از طرف ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت دانشگاه و دانشکده‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و دیگر تشکیلات و اداره‌ها در قلمرو ولایت منتظم چهاربینی‌های ورزشی بین زنان و دختران گذرانیده شده آنها با ورزش جلب کرده می‌شوند. برگزاری مسابقه‌ها بین بانوها در سطح بلند تشکیلی از آن شهادت می‌دهد که آنها با ورزش شوق و هوسی بی‌اندازه دارند. به نهایت از آن خرسندم که امروزها در جمهوری تاجیکستان تشکیل و گذراندن چنین آزمون‌های ورزشی نیز بین زن‌ها به نهایت در نظر رسیده ایستاده است و می‌نداری خود را به اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رسانیدنی هم که مقام زن را امروزها در جامعه در سیاست دولت به نهایت بالا برآورده ایستادند. بیشتر به ورزش جلب زن و مادران به نهایت این مهمترین قدم می باشد زیرا که آینده هر یک عائله تربیت هر یک فرزند از مادر سر می شود و مخصوص وقتی که مادر سالم می باشد و تربیت ورزشی نیست برای فرزندان سالم می دهد البته آینده جامعه و آینده دولت به نهایت بالا خواهد رفت. عموما چقدر که بانوها بیشتر به ورزش جلب کرده شوند ترغیب طرز حیات سالم در جامعه جلب کودکان و نورسان به ورزش و رشد ورزش در کشور تأمین کرده خواهد شد. امروز در قلمرو کشور نمودهای گوناگون ورزش عمل می‌کند و هر یکی آن با خود دلباختگانی زیاد دارد. زیرا در زمان صاحب استقلالی کشور ساحه ورزش و تربیت جسمانی در جمهوری رشد نمود و در تالارهای ورزشی برای ورزشگران شرایط مساعد مشق و تمرین مهیا کرده شد. تالار ورزشی دلیران از زمره تالارهایی میباشد که در آن کودکان و نورسان نازکی‌های گوشتن جدا را می‌آموزند. و این نورسان ورزشگر و ورزش دوست مربی سید مراد عالم تمرین می‌دهد. مسئولین مکتب رقم 6 ذخیره‌های المپی نمود گوشتین پیوسته کوشش می‌نمایند که دستپروران این تالار در سبقت‌های ورزشی اشتراکی فعال نمایند چونکه همه روزه در تالار برای ورزشگران باز است. مربی در دو گروه نورسان را آموزش می‌دهد. اساساً محفل‌های ورزشی از نمود جدا با جلب ورزشگران نورس جالب و دیدنی صورت می‌گیرد. طبق اطلاع دستپروران این تالار اشتراکچی سبقت‌های تالاری و ناحیوی، منطقوی، جمهوریوی و بین‌المللی نیز میباشند. هر روز ما مشق و تمرین می‌گذرانیم در این تالار با این نورسان و نورسان خرد در مسابقه‌های
محله به محله در مسابقه‌های شهری و در مسابقه‌های جمهوری فعالانه با همراه شاگردان اشتراک میکنیم. من در این رشته ورزش مشق تمرین میکنم. طول 4 سال میشود. من را با این رشته ورزش پدرم آورده تحت راهبری سید مراد عالم مشق تمرین میکنم. من در مسابقه‌های ناحیوی شهری جایهای نمایان را اشغال نموده و در مسابقه جمهوری اشتراک نموده. من در آینده آرزو دارم که به مثل دیگر ورزشکاران پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. بسیار حریفان خود را با اصول سر کتف و سر زانو مغلوب میکنم. من در آینده میخواهم بیرون از کشور پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. замоне ки мо ба толори варзишӣ омадем, толор пур аз наврасон буд. аниқтараш онҳое буданд ки ба ҷудо майл доранду мехоҳанд ҳамчун варзишгари касбӣ ба воя расанд. миёни писарон духтарон низ буданд, зеро имрӯзҳо ба варзишу солимӣ ва рушди тарбияи ҷисмонӣ бонувону духтарон низ майлу рағбати беандоза доранд. ҳатто аз миёни духтарон имрӯз варзиши тоҷик ҷоизадорони сабқатҳои бурунмарзӣ ва олимпӣ дорад. дар ин толор низ аллакай духтари бомаҳорату варзишдӯст Омина Хоҷаева дастоварди назараси варзиширо ба номи худ муҳр задааст, яъне мавсуф аллакай берун аз ватан маҳоратсанҷӣ намудааст. طول 2 سال شده است که در این تالار ورزشی مشق تمرین میکنم. مرا با این تالار ورزش پدرم آورد. من در بسیار مسابقه ها با پسران رقابت میکنم. من سال 2020 به شهر مسکو سفر کرده جای یکم را اشغال نمودم. حریفان من 3 نفر بود. حریفان من در این مسابقه هر 3شون پسر بودند. ба таъкиди мураббӣ волидон низ ба солимӣ ва обу тоби бадани фарзандонашон аҳамияти махсус медиҳанду пайваста наврасонро ба толор ва сабқатҳои варзишӣ меоранд ки ин раванд барои варзишгари касбӣ гардидани наврасону ҷавонон мусоидат намуда дар самти рушди варзиш кӯмак менамояд. дар ҳоли ҳозир наврасон ба мусобиқаҳои дар пеш истода тайёрӣ дида истоданд. дар миёни ин варзишгарон Абубакр Азамов низ бо истифодаи усулҳои маъмули ҷудо миёни ҳамгурӯҳонаш фарқкунанда аст ном бурда кӯшиш мекунад ки пайваста дар мусобиқаҳо даст боло гардад. ана ҳамин боварӣ ба худ буд ки ӯ дар ҷумҳурии Узбекистон ҷоизаи варзиширо ба даст овард. ман дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва шаҳрӣ ҷои намоёнро ишғол кардам ва соли 2020 ман ба давлати Ӯзбекистон рафтам ва дар он ҷо сазовори ҷои сеюм шудам. ман дар оянда мехоҳам ки берун аз кишварам ба дигар давлатҳо байрақи тоҷикистонамро баланд бардорам. ман 5 нафарро мағлуб кардам, 2 нафар маро мағлуб кард. ман ҷои сеюмро ишғол кардам. боиси таъкид аст ки соли 2020 аз ин толор 8 нафар тавонист ба сабқати берун аз ватан ки дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон сурат гирифта буд иштирок намоянд. дар ин мусобиқа ба варзишгарони тоҷик имконият дод то нерӯву маҳорати худро истифода бурда рӯи майдон бароянд. ҳамин аст ки дар мусобиқа 5 нафар ҷоизадор гардид. аниқтараш 5 медали биринҷӣ насиби варзишгарони ин толор гардид ки ин дастовард барои варзишгарон назарас арзёбӣ мегардад. хусусияти хос ва фарқкунандаи ин наврасон дар он аст ки ба ҳамдигар муносибати хуб доранд ва яке бар дигаре дар ҳама ҳолат кӯмак мерасонад. илова бар ин роҳу усулҳои гӯштини ҷудо дар ниҳоди наврасон гуногун ҷой гирифтааст, лекин дар вақти омӯзиш аксари пешрафтаҳо маҳорати худро ба навомӯзон мефаҳмонанд. Умарҷон Атоев миёни ин варзишгарон нисбатан хурд ба назар мерасад, аммо ҳангоми варзиш ва обутоби бадан фаъол асту далериву ҷасурӣ ва чолокӣ дар ҷараёни тамринҳояш ба назар мерасад. ман тӯли 5 сол шуд ки дар ин зал машқ мекунам. устоди ман Саймуроди Олим аст. ман ба мусобиқаҳои талор ба торол, ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ҷой ишғол намудам. ман хоҳиш дорам ки калон шидам ба ҳар як давлат рафта ҷой ишғол намоям. ман ба ҳамсолони худ муроҷиат мекунам ки дар ҳар ҷо нагарда ба ягон зал омада машқ кунанд.
طبق اطلاع سال 2023 برای ورزشگران این نمود خصوصا میانی خردسالان مسابقه برون مرزی در نظر است. از این رو ورزشگران تالار مذکور کوشش نموده ایستادند که با مکمل نمودن نتیجه ورزشی خود به مسابقه بالا ذکر راه یابند. ما با نیرو و جسارت و متانت و قوی ارادگی آنها باور نموده برای فعالیت من بعدشان برار می‌خواهیم. در شهر گلستان ولایت سوخ مسابقه دهه به دهه از نمود فوتبال، والیبال، شاهمات، تنیس روی میز و گوشتین ملی ادامه دارند. مرحله شهری این سبقت از نمود والیبال با اشتراک 6 دسته در قصر ورزشی استقلال این شهر صورت گرفت. سال 2021 شهر گلستان از طرف کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از بهترین شهرهای ورزشی کشور اعلام کرده شد. در حقیقت این شهر سیاحی در زمان صاحب استقلالی مملکت آباد و زیبا گردید. در قطار دیگر انشاءاتها در سالهای صاحب استقلالی مملکت در شهر گلستان 97 انشاءات زمانوی ورزشی از جمله 52 میدانچه ورزشی، 6 میدان فوتبال، 26 تالار و 6 حوض شناوری بنیاد گردیده برای رشد ورزش در این شهر و جلب ساکنان به طرز حیات سالم زمینه مساعد گذاشت. عین زمان در این شهر ورزش رشد و نمو یافته، ورزشکاران شهر گلستان در مسابقه‌های ولایتی، جمهوری و بین الخلقی فعالانه اشتراک می‌نمایند. برای عمومیت ورزش نیز در این منطقه کشور شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. طبق نقشه چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش کشور طی 2 سال است که در تمام منطقه‌های کشور برگزاری مسابقه‌های دهه به دهه بین ساکنان محله، دهه، جماعت‌ها و شهر و ناحیه‌ها با مقصد عمومیت ورزش از روی نمودهای فوتبال، والیبال، شاهمات، تنیس روی میز و گوشتین ملی راه اندازی کرده می‌شوند. این زمان مسابقه‌های دهه به دهه در شهر گلستان و تمام شهرک‌های آن از روی نمودهای ذکر شده ادامه دارند. در نمود والیبال در دایره این مسابقه‌ها این زمان 6 دسته از همه جماعت‌های شهرک شهر گلستان اشتراک دارند. دسته‌های بهترین این مسابقه در دورهای شهری ولایتی شهر گلستان را معرفی می‌نمایند. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقش چهاربینی‌های کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دوام 2 سال است که مکانیزم نوی کاربری در سمت ورزش، برگزاری مسابقه‌ها با اصول دهه به دهه، محل به محل و بین تشکیلات و مؤسسه‌ها راه‌اندازی گردیده است که از آن جمله در شهر گلستان دوام 2 سال اخیر مسابقه‌های مذکور از قبیل والیبال، فوتبال، تنیس روی میز، شاشکی شاهمات، گوشتین ملی بین تشکیلات اداره ها، بین کارخانه ها، بین محله ها و دیه ها برگزار گردیده است که مقصد راه اندازی کردن چنین مسابقه ها در آن دیده می شود که برای مقصد عمومیت ورزش، جلب جوانان به ورزش و طرز حیات سالم باشد. از آن جمله این بار دیگر جوانان را به روحیه سالم، طرز حیات سالم، از آن جمله از داخل انامین و بعضی انام والیبال بازان یعنی فوتبال بازان یعنی شخمتستان یا گوشتینگران محلی ما دریافت کردن استعدادهای نوی ساحه ورزش می باشد. رهبریت و مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش شهر گلستان در نقشه دارند مسابقه‌های دهه به دهه را از روی همه نمودها در سطح بلند راه اندازی نمایند تا ساکنان به ورزش بیشتر جلب گردیده و طرز حیات سالم رو آورند. بینندگان عزیز، انجام برنامه 7 روزی ورزش بود. ما اهل ایجاد کوشش نمودیم که نبض یک هفته ورزشی رو به شما پیشنهاد نماییم. خیر، تربیت جسمانی رو شیوری خود نمایید.